اما صالحینی که حیات داشته باشند این هم جایزه. اما کسانی که وفات کردند از این دار به اون دار منتقل شدن، برای ما درست نیست که به سر قبرشون بریم و به اونها بگیم که شما دعا کنی خدا این مشکل را حل کنه. چنین چیزی در شریعت نیامده. حتی در زمان سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه قحطی آمد، باران نبود، مردم پریشان شدند. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه آمد و عموی رسول الله را، حضرت عباس را گفت ای عباس، زمانی که رسول خدا در میان ما بود او دعا می کرد، دعای او سبب می شد که خدا باران بیاره. حالا تو عموی رسول الله هستید و عمو مثل پدر هست، بیا تو دعا کن الان برای ما. ببین سیدنا عمر نرفت بر قبر آن حضرت، نگفت که یا رسول الله دعا کن. چی گفت؟ گفت که اللهم انا كنا نتوسل بنبیک. بار الها تا زمانی که نبیت حیات داشت ما به وسیله ایشون از شما میخواستیم، یعنی به پیغمبر میگفتیم که دعا کنه، پیغمبر تو دعا میکرد، حالا ایشون نیست، حالا ما چیکار میکنیم؟ انا نتوسل بعم نبیک. بار الها الان با دعای عموی رسولت ما از تو باران میخواهیم. سیدنا عباس را برد، عباس هم دست به دعا برداشت، گریه کردن، دعا کردن، خدا باران آورد. لذا توسل به دعای کسانی که اونها چی دارند؟ حیات دارند، درسته. اما توسل به دعای کسانی که وفات کردند، اونها ما نمیدونیم حالاتشون، شرایطشون چیه. لذا این ثبوتی ندارد که انسان بره سر قبر یکی از اولیاء، یکی از بزرگان و متوسل بشه. لذا اینها صورتهای جائز و ناجائز هستند. بعضی ها افراد را صدا میزنند، یا فلان ادرکنی، یا فلان انصرنی، یا فلان خذ بیدی. اینا درست نیست. هر چه عنوان توسل بذاریم این توسل نیست، این استمداد است، این استعانت است. ما در قرآن میخوانیم، هر نماز میخوانیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. بار اله ما فقط از تو را عبادت میکنیم، فقط از تو کمک میخواهیم. باز میای میگه یا رسول الله تو دست منو بگیر، تو مشکل منو حل کن. چرا؟ مگه نگفتی بودی ایاک نستعین؟ ایاک جمله حصر هست، یعنی غیر از تو از کسی ما کمک نمیخواهیم. بس ببینید اینها صورتهای ناجائز توسل هستند که انسان غیر خدا را فریاد بزند، از او حاجت بطلبد، از او کمک بخواهد، بعداً عنوانش بذارد که نه این توسل است. و این اگر توسل است، اولا توسل نیست، این استعانت از غیر خداست. اگر توسل است از کنم که صورتهای نامشروع و ناجائزش است، این ثبوتی ندارد. چرا؟ ثبوت دارد. مردم مکه، قریش مکه، مشرکین مکه همین نوع توسل را داشتند. می گفتند ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. چی می گفتند؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما اینا را صدا میزنیم، اینا را عبادت میکنیم، چون سفارش ما را پیش خدا میکنن. همین سفارش توسلیه. این نوع توسلات اگر اسمش را توسل بذاریم، توسل نامشروع، ناجایزه. بس اینها توسلات درست و نادرسته. یک مسئله هست که این بسیار جزئی هست در میان ما. بعضی فکر میکنن بحث توسل و اختلافش همینه. این بسیار جزئی هست در میان بعضی از علما. این را جایز میگوین، بعضی جایز نمیگوین. این که کسی دعا بکند خدایا به آبروی فلانی، به خاطر فلانی. مثلا در بعضی دعاهای عربی هست که خدایا به جاه نبی، به حرمت نبی، یا بعضی به حق میگویند. خب حق ما بالاخره درست نیست، چون هیچ مخلوقی بر خالق حقی ندارد. بعضی میگن خدایا به حق آل علی، خدایا به حق فاطمه و بنی فاطمه. بالاخره خدای تعالی اگر بر ما لطفی بکند،
خدا تعالی فضل میکنه، ما حقی وجوبی بر خدا نداریم. حتی رسول الله گفت که از خدا فضلش را بخواهید، تا زمانی که فضل خدا شامل حال ما نشه ما نجات نمیابیم. صحابه گفتن یا رسول الله شما هم چنین، ولا انت یا رسول الله، گفت من هم چنین، تا زمانی که فضل خدا شامل حال من نشه. لذا خداوند هیچ کسی از ما حقی بر خدا ندارد. اون حق تفضلی که خدا میگه حقا علینا نصر المؤمنین، بر ما هست که ما مؤمنین را نصرت بکنیم، اون فضل خداست. اینجا این حق اون حق تفضلی نیست. اگر انسان همیشه حق بگه دیگه نمیشه مراد حق تفضلی گرفت، بازم ثبوتی ندارد. اگر در دعای یکی از بزرگان هست، عرض کردم برای ما ملاک نیست، این بیادبی تلقی نشه برای ما، چون بزرگان ما حالا کلی در مسائل با هم اختلاف دارن، ما نمیتونیم به نظرات همه عمل بکنیم، به نظرات بعضی عمل میکنیم. یک فقیه ما به نظرش عمل میکنیم، به نظر فقیه دیگه عمل نمیکنیم، گاهی به نظر امام ابو حنیفه عمل میکنیم، لذا این بیادبی نسبت به امام شافعی و به امام مالک حساب نمیشه. یا مثلا به نظر امام شافعی کسی عمل میکنه، این بیادبی نسبت به امام ابو حنیفه تلقی نمیشه، بالاخره اونم نظری هست. حالا اینم نظری هست که ما اگر یک بزرگی گفته، یک عالمی گفته که این نوع توسل جایزه، ما میگیم چون در قرآن و سنت نیست ما این را عمل نمی کنیم. ما معیار قرار میدیم برای ثبوت توسل جایز قرآن و سنت رسول الله، معتقدیم هرچی در قرآن و سنت هست. حالا اگر بعضی میگم به حب نبی، این میشه به حب نبی را یا به حرمت نبی را توجیه کرد. چطور؟ محبت رسول الله جز ایمان ما هست یا نیست؟ حرمت رسول الله هم ایمان ما هست یا نیست؟ اگر به این صورت توجیه کنیم که خدایا به حب نبی منو ببخش، یعنی به خاطر محبتی که من با رسول الله دارم، خب این جز ایمان من است. این توجیه چرا؟ به حرمت نبی یعنی به خاطر حرمتی که من برای رسول الله قائل هستم، خب این عمل تو هست، این ایمان تو هست. اما اگر اینطور توجیه بشه به خاطر حرمتی که رسول الله پیش تو دارد، خب رسول الله پیش خدا حرمت دارد، خیلی هم دارد، ولی این به ما که مربوط نیست، اون مال خود رسول الله هست، مال خود فلان ولی هست، فلان بزرگ هست. خدایا به خاطر آبروی این پیامبران اولیاء الله، خب همه اولیاء الله پیش خدا جایگاه دارند، آبرو دارند، احترام دارند، اما ما در این واسطه چه کار هستیم؟ ها اگر فعل ما هست، چرا؟ چون که خدایا من اینها را دوست دارم، با اینها محبت دارم، محبت اینها جز ایمان است، پس این همون از اون نوع توسل ایمان میشه. لذا این نوع توسل ها ما معتقدیم توسل جایز ما زیاد داریم. اینایی که اختلافی هستن از اینها پرهیز بشه. چه اصراری هست که بالاخره در فقه ما داریم خیلی از مسائل هستند که این امام میگه جایزه، این امام میگه ناجایزه، میگیم که خب صورتی را عمل بکنیم که به قول هر دو چی بشه؟ عمل بشه. مثلا خیلی موارد هستند که به زن مثلا عرض میکنم دست کسی به زنش بخوره، خب امام شافعی میگه وضوش باطل شده، امام ابو حنیفه میگه نشده. خب حالا از نظر شافعی وضوش باطل، خب بهتر نیست قبل از نماز دست نزنه تا بالاخره از نظر هر دو امام وضوش باطل نشده باشه؟ چرا انسان بالاخره بیاد و مباحثی را مطرح بکنه و مباحثی را عمل کنه که اونها اختلاف باشه؟ ما صورتهای توسل جایز زیاد داریم، بهترینه که به همون، البته کسانی که افراط میکنن این نوع توسل ها را همه را شرک میگن، اینا هم واقعا که ما میگیم روح قرآن و سنت را نفهمیدند. اینقدر تند هم نیست. کسی میگه که به جاه نبی، بگه این شرک، نه، بالاخره فوقش بگیم ثابت نیست. هرچی که شرک نیست فوقش بگیم ثابت نیست، یا کراهت داره وقتی ثابت نیست، نادرست، مکروهه. ولی شرک اونه که انسان بالاخره از غیر خدا چی بکنه؟ استمداد بکنه. اینجا استمداد از خدا میکنه، پیغمبر را یا چیزی را واسطه میکنه که حالا ثبوتی نداره. بنابراین
در این باب نه افراط بشه نه تفرید بشه. اینجا خدای عزوجل چی میفرماید؟ اینهایی که شما صدا میزنید یبتغون الی ربهم الوسیله، خودشون میطلبند به پیش پروردگار قرب را، وسیله را یعنی قرب را، خودشون میخوان به خدا نزدیک بشن که ایهم اقرب، کدام یک از اونها نزدیکتر بشه خدا بشه. و یرجون رحمته، اینها همه امید به رحمت خدا دارن. و یخافون عذابه، از عذاب خدا میترسند. ان عذاب ربک کان محذورا، همانا عذاب پروردگار تو چی هست؟ محذور هست. یعنی چه محذور؟ یعنی باید از او برحذر بود، باید از او پرهیز کرد، باید ازش دوری کرد. دوری با چی؟ دوری با ثواب، دوری با ترک گناه. و این من قریة الا نحن مهلكوها قبل یوم القیامه او معذبوها عذابا شدیدا. اینجا خدای تعالی برای همین کفار تخویف بیان میفرمه، تخویف دنیوی هست. همه شما قبل از روز قیامت میمیرید، بعضی را خدا میفرماید ما هلاک میکنیم، بعضی را عذاب میدیم. ببینید مؤمنین که بمیرند عذابی برای اونها نیست، کفار که بمیرند عذاب برای اونها حساب میشه. چرا؟ چون که بعد از اون توفیق ایمان نشد، توفیق توبه نشد، بعد از اون دیگه عذاب شروع میشه. پس مهلکوها در حق مؤمنین هست، معذبوها مالکی هست، کفار هست. الله می فرماید و این من قریة، هیچ قریه نیست، هیچ شهری نیست از کفار از مؤمنین، الا نحن مهلكوها قبل یوم القیامه، مگر اینکه ما هلاکش میکنیم قبل از روز قیامت، او معذبوها عذابا شدیدا، یا اینکه ما عذاب میدهیم اهل اون قریه را عذاب شدید. این برای کفار است. کان ذلك فی الکتاب مسطورا، این چیز در کتاب نوشته شده، یعنی در لوح محفوظ نوشته شده. حالا ببینید بعضی از اشکالاتی که شما قبلا خواندید اینجا جوابشون میاد، اون آیات را جلوتر خواندید. یکی از اون مسائلی که مشرکین مطرح میکردن این بود که چرا پیغمبر اون معجزه‌ای که ما میخواهیم نمیاره، اون آیه‌ای که ما درخواست میکنیم اون آیه را به ما نشون نمیده. الله عزوجل میفرماید که مانع دیگر نیست، مانع دیگر وجود ندارد، اما مانع این است که همین خواسته را مطرح کردن پیشینیان، وقتی که خدای تعالی به خواستهشون عمل کرد بعداً تکذیب کردند. و قانون خدا اینه، قانون خدا اینه که هر کسی آیه‌ای بخواد، معجزه‌ای بخواد و اون معجزه را خدا بده، اگر ایمان نیاورد بعد از اون خدا هلاکشون میکنه، نابودشون میکنه. لذا خداوند به این خاطر معجزه‌ای که اینها میخوان نمیاره. حالا ببینید دو مورد ما داریم، اگر بیشتر هست خدا ذکر نکرده. یک مورد مال قوم ثمود هست که از حضرت صالح خواستند که از دل کوه برای اونها شتری که آبستن هم باشد بیاره، ایمان می آورند. حضرت صالح دعا کرد، از خداوند التجا کرد، خداوند عزوجل این معجزه را نشان داد. کوه دهن باز کرد، شتری از داخلش بیرون آمد. وقتی که آمد همه گفتند چه جادوگر بزرگی هست صالح، ایمان نیاوردند. خدا بعد از اون هلاکشون کرد. مورد دوم درباره مائده حضرت عیسی هست که به عیسی گفتن ای عیسی از خداوند مطالبه بکن، بخواه که یه سفره بیارد که روز خاطری برای ما باشه، تکون عیدا لاولنا و آخرنا، برای اولی ها و آخری ها خوشی باشد، یادگاری باشد، بخوریم از اون سفره که خدا از آسمان میفرسته. خداوند فرمود ای عیسی به اینها بگو قال الله انی منزلها، من این چیز را نازل میکنم، خواسته کنه دارم، من میارم سفره را، اما فمن یکفر بعد منکم،
هر کسی که بعد از نزول مائده کفر کرد فإني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، من چنان عذابی بعدم بدم که هیچ یک از جهانیان را به اون عذاب ندادم. گفتم باشه، ما بعد از اون قبول میکنیم، کفر نمیکنیم. خداوند مائده را نازل کرد، سفره آمد، همه دیدن سفره را، همه حولش جمع شدن، غذایش را خوردن، بعدن کفر کردند. خدای تعالی اون دسته همه نه بخشی، اون دسته که کفر کرد خدای تعالی تبدیل کرد اونها را به خنزیر، به خوک، که بعد از 3 روز هم مردند اونها. لذا همین عذاب لا اعذب احدا من العالم. اینجا هم خداوند تعالی می فرماید که ای محمد صلی الله علیه و سلم، اینها آیه میخوان، معجزه میخوان، مانعی نیست، اما تنها مانع اینه که کذب بها الاولون، پیشینیان تکذیب کردند، و وقتی که اینها هم تکذیب کنند دیگه عذاب سخت میاد. از طرف خدای تعالی مقدر کرده بود، چون این پیغمبر رحمت للعالمین است، حتی برای مخالفینش عذاب عمومی نمیاد. خدا مقدر کرده بود که بعد از نزول این پیغمبر تا آخر چنان عذابی که در اون عذاب استیصال باشد، یعنی کلن ریشه‌کن بشه همه افراد، چنین عذاب نمیاره. به این خاطر معجزه هم نشان نداد. دقت بفرمایید. و ما منعنا ان نرسل بالآیات، مانع ما نیست اینکه ما آیات و معجزات بفرستیم، الا ان کذب بها الاولون، مگر اینکه پیشینیان اولین تکذیب کردند، نمونه تکذیب. و آتینا ثمود الناقه، ما دادیم به قوم ثمود شتر را دادیم از دل کوه، که مبصرتن، اون شتر وسیله بینایی بود، وسیله درک بود، اونا فهمیدن واقعا صالح پیغمبر خداست. اما فظلموا بها، به اون ظلم کردند، هم کفر کردند، هم شتر را از پای در آوردند. و ما نرسل بالآیات الا تخویفا، لذا آیات را ما نمیفرستیم مگر برای اینکه بیم بدیم، شما را بترسونیم. لذا وقتی که شما نترسید و عذاب بیاید دیگه شما ریشه‌کن میشید. و همچنین خدای عزوجل به پیغمبرش گفت درباره این معجزه که در اول سوره خواندیم، معجزه معراج. و اذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس، و وقتی که رب به تو گفت که ربت احاطه کرده مردم را، احاطه کرده یعنی همه مردم زیر نظر پروردگار هستند. خدا نسبت به همه علم داره، جزئیات همه را میدانه، رازهای دلهایشون را میدانه. و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک، و ما قرار ندادیم این رؤیایی که به تو نشان دادیم. بعضی از همین جا گفتن خواب بود، ولی اصل خواب نبود، یعنی رویایی بود مثل خواب. خواب، انسان در خواب عجایب و شگفتی ها میبیند، اونم یکی از شگفتی ها بود. حالا ببینید شما در همین دنیا یک باغ خوب میبینی، شما میایید تعریف میکنی، میگه من یه باغ دیدم رویایی بود. رویایی بود یعنی چه؟ یعنی باید تو خوابش میدیدم، در بیداری نمیدیدم. من ساختمانی دیدم چنان قشنگ بود، رویایی بود. پس رویا اصل چیز عجیب را میگند. لذا این آیه عجیبی که ما شما را نشان دادیم، این را نشان ندادیم الا فتنة للناس، منظور جریان معراج، مگر برای امتحان مردم. دو چیز را اونها خیلی مسخره میکردن، یکی همین جریان معراج را، یکی درباره درخت زقوم و شجرة الملعونة فی القرآن، و همچنین درخت ملعونه را که در قرآن ذکرش آمده ما ذکر نکردیم مگر به خاطر امتحان، کی قبول میکنه، کی به عقل گنجشکیش اعتماد میکنه، این عقل کوچولو را کی به او باور اعتماد میکنه. ببینید این مسئله بسیار مهم هست. خیلی چیزها هست که ما با عقل خودمون اونها رو وزن بکنیم، خب مسلم خیلی چیزها رو که عقل نمیتونه درک بکنه باید انکار کرد. به همین خاطر خیلی ها قیامت را انکار میکنند. اما
ما فراتر از عقل چی داریم؟ وحی داریم. فراتر از عقل وحی داریم. خداوند برای درک اشیا به ما خیلی قوت داده. اول خدا به ما چشم داده، گوش داده، هر یکی محدوده داره. چشم من مثلا تا شاید 500 متری 1 کیلومتری ببیند، بیشتر نمیبیند، فقط جلو را میبیند، پشت سر نیم مترم را هم نمیبینم. یک محدوده داره چشم. اما گوش محدودش از چشم چیه؟ بیشتره. حالا از جلو اگر صدایی باشه هم میشنوم، پشت سر باشه 10 متر پشت سر باشه هم میشنوم، بالا باشه پایین باشه. پس محدوده که گوش داره فراتر از محدوده چیه؟ چشمه. باز خدای عزوجل به انسان قلب داده، یعنی عقل. قلب را فؤاد را بالاخره به عقل چی میکنند؟ تعبیر میکنند، یعنی درک. باز این درک محدودش بیشتره. حالا اگر در تهران یه چیزی هست شما از اینجا نمیبینید، از اینجا نمیشنوید، ولی اگر کسی برای شما تعریف بکنه میفهمید یعنی چه. اونجا مثلا یکی میگه که انفجار اتفاق افتاده، بمب منفجر شده، شما نمیبینید نمیشنوید ولی میفهمید یعنی چه. پس ببینید هر یکی از این حواس را که الله به ما داده، اینها را میگن قوات مدرکه که ما به وسیله این اشیاء را درک میکنیم. با چشم میبینیم، با گوش میبینیم، با عقل میفهمیم. ولی خدای عزوجل چیزهای ورای این عالم که عقل هنوز اونها را ندیده، درک نمیکنه، نمیتونه بفهمه، اونها را به وسیله وحی، یعنی چیزی بالاتر از عقل، به وسیله وحی به ما گفته. لذا اونجا عقل مسکین نمیتونه درک بکنه. عقل را بذاری کنار، به وحی الهی اعتماد کنید. لذا الله عزوجل درباره معراج همینه میگه. هم معراج هم زقوم. سوء فهم مشرکین اینجا بود که ابو جهل خندید، گفت که اون آتش جهنمی که محمد داره میگه انسانها اونجا ذوب میشند، زغال اونجا هستن، سنگ زغال اونجا هست. این درخت سبز چطور میتونه اونجا زنده باشه و درخت باشه؟ همه قهقه کردند و خندیدند، مسخره کردند. در حالی که برای خدا، برای شما مشکله، برای خدا این چه مشکلی داره؟ ما هر چیز را با قدرت خدا ببینیم. و گذشته الان زمان ما به ما نشان داده که این ممکنه، مگر در همین دنیای ما اون زمان نبود، در زمان ابو جهل مسکین نبود. الان در زمان ما مگر نیست خیلی چیزهای ضد حریق نیستند؟ بسیاری انسانها لباس دارند، لباسهای ضد حریق هستند، میره تو آتش نمیگیره. خیلی ها هستند تو آتش میرند، آتش نمیگیرن. خیلی چیزها هستند که بالاخره ضد حریق هستند، اشیا هستند. خود شما میبینید روزانه با اونها سر و کار دارید. اشیا هستن، این ذوب نمیشه، میگه نه این ضد حریق است. پس اینجا میتونی یک لایه‌ای بهش بدی. تو انسان که اینقدر ضعیفی، با پیشرفت تکنولوژی خودت چیزی را درست کردی که به این چیز مثلا یک لایه میدی، این میشه ضد حریق. خدای تعالی نمیتونه اون درخت را در میان آتش ضد حریق بکند؟ طریق اولا. حالا این چیزهایی که در گذشته مردم با عقل انکار میکردن، امروز قابل انکار نیستند. لذا الله میفرماید و ما جعلنا الرؤیا التي، اون جریان رؤیایی که به شما نشان دادیم این را قرار ندادیم مگر امتحانی برای مردم، و همچنین اون درخت ملعونه را که در قرآن هم برای امتحان است. و نخوفهم، به وسیله این آیات ما اونها را بیم میدهیم، میترسانیم. اما کسی که مشرک باشد، در دلش مریضی شرک باشد، فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، نمی افزاید این مگر در اونها از نظر طغیان، سرکشی، خیلی اونها را سرکشتر می کند. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. بعد از این واقع آدم علیه السلام و سجده فرشتگان ذکر میشه. من دیروز هم خدمت شما عرض کردم که این جریان را خدای عزوجل در قرآن کریم 7 جا ذکر کرده، در 7 سوره. در سوره بقره، در سوره اعراف،
در سوره حجر که شما خواندید تازه، در سوره اسراء همین است، اینجا میخوانید، در سوره کهف بعد از این هم میخوانید، در سوره طه خواندید و در سوره صاد هم هست، 7 جا. خب اگر شما از نظر علم و فهمیدن اون جریان باشی، یک بار کافی نیست؟ یک بار خدا اون جریان را بگه دیگه ما میفهمیم یعنی چه، یعنی شیطان بالاخره با ما دشمنی کرد، عداوت کرد، سجده نکرد، به ما احترام نگذاشت. خب ولی چرا 7 جا خدا ذکر میکنه؟ چون این برای افاده علم نیست که معلومات ما اضافه بشه، نه، یک بار که گفت ما دیگه متوجه شدیم. به خاطر تذکر است، بار بار به خاطر چی است؟ گویا 7 بار خدای تعالی به ما تذکر میده که انسان برحذر باش، اگر تو را به گمراهی وادار بکنه، اگر تو را به شرک وادار بکنه، به کفر وادار بکنه، به فساد، همینه. اون سوگند خورده. بار بار خدای تعالی نسبت به این دشمن چیکار میکنه؟ تذکر میده. پس دوباره در این سوره الله تعالی ذکر میفرماید. اما در هر سوره خدای عزوجل بعضی از تاکتیک های شیطان را و راههایی که انسانها را گمراه میکند به صورت متفاوت ذکر میکنه. مثلا یه جای خدای تعالی ذکر میکنه که شیطان میگه من مردم را به شرک وادار میکنم، ولا آمرنهم فلیبتکن آذان الانعام، من اونا را وادار میکنم، فریبشون میدم، اونا گوش چارپایان را مثل گوش شتر، گوش گوسفند، اینها را قطع میکنن، اینها را نشانی میکنن برای خدایان باطل، برای پیر صاحب ها، برای صاحب قبر. این شرک دیگه، یعنی به نام او چیکارش میکنه؟ نشانیش میکنه. بعضی وقتها مردم را که گرفتار خرافات میشن، شیاطین به وسیله این خرافات گمراه میکنه. بعضی وقتها بالاخره علم میاد، همه چیز را میدونیم این بدعت، این سنت، این توحید، این شرک، از اون طریق ما را نمیتونه، از راههای دیگه، مثلا با هوای نفس، خواهشات نفسانی که هر کسی موحد هم داره، مشرک هم داره، این غرایز جنسی. پس الله عزوجل در جاهای مختلفی نسبت به گمراه کردن شیطان انسانها را هشدار میده. اینجا به وسیله 5 چیز در این آیه، با 5 چیز شما را فریب میده، مواظب باشید. الله میفرماید و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، زمانی که ما گفتیم به ملائکه سجده کنید آدم را، ادای احترام کنید برای آدم، فسجدوا الا ابلیس، بحث سجده را من قبلا 2-3 بار ذکر کردم، دیگه تکرار نمی کنم. فسجدوا الا ابلیس، سجده کردن، ادای احترام کردن به جز ابلیس. ابلیس چیکار کرد؟ دو تا مشکل بیچاره داشت. یکی عرض کنم که معروض اولش مسائل عرض کنم جنس میگم، جنس من خوبه، جنس آدم خوب نیست. من از چی هستم؟ من از آتشم، او از خاک است. جنس آتش افضل تره. کی گفته آتش افضل تره؟ از کجا ثابت میکنی که آتش از خاک بهتره؟ آتش هم مخلوق خداست، خاک هم مخلوق خداست. آتش هم برای منافعی هست، خاک هم برای منافعی هست. بالاخره فضیلت هیچ یک بر دیگری معلوم نیست. اما او چی گفت؟ قال اسجد لمن خلقت طینا، آیا من سجده کنم اون موجودی را، اون مخلوقی را که تو او را خلق کردی از گل؟ قبلا عرض کردم خاک بعدن گل شد، گل بعدن گل سیاه شد، گل سیاه بعدن اون سفال شد، اون سلسال شد، گل خشک شد، مراحل مختلفی. قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي، این عرض دوم شیطان بود.
به خدا میگه اینی که تو بر من فضیلت داری او دادی، او را از من افضل قرار دادی، بهتر قرار دادی. لئن اخرتنی، اگر به من مهلت بدی، الى یوم القیامت، تا روز قیامت، لاحتنکن ذریته، افسار میکنم اولادش را. احتناک چی را میگن؟ لگام کردن، افسار کردن. افسار میکنم اولادش را، الا قلیلا، مگر تعداد اندکی که صالح باشند و خاصان باشند، فریب من نخورند. عموما اولاد آدم را من چیکار میکنم؟ تابع خودم میکنم، لگام اونها را به دست خودم میگیرم. هر جا من بگم شرک، اونها میرن شرک میکنن. من بگم ظلم، اونها میرن ظلم میکنن. من بگم العیاذ بالله فساد و زنا، اونها میرن همون کار را میکنن. من اصلا لگام اونها را به دست خودم میگیرم. شیطان اونجا به خداوند این چیز را گفت، لاحتنکن ذریته الا قلیلا، مگر تعداد کمی. اونجا هست که الا عبادک منهم المخلصین، بندگان برگزیده تو زورم به اونها نمیرسه، اونها با تو ارتباط خاص دارند. به همین خاطر ما باید شب و روز در پناه خدا قرار بگیریم. اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم معوذتین را خودشون هر شب میخواندند و توصیه کردن بخوانیم، تنها برای دفع سحر نیست. سحر یکی از اون توطئه های شیطانی هست، برای دفع سحر، برای دفع جن، برای دفع وساوس شیطان هست، فریب شیطان هست، برای دفع دشمن، برای هر چیه. در همین ببینیم من شر حاسد آمده، در همین من شر غاسق، خطراتی که در شب برای ما هست، در همین هست من شر نفاسات، اون زنهایی که جادوگر هستند، در همین هست من شر الوسواس الخناس. وسواس خناس می شیطان است، الذي يوسوس في صدور الناس، وسوسه میکنه ما را از خدا دور میکنه. من الجنة والناس، چه جن باشه چه انسان. پس ما در صورتی از این تهدیدها محفوظ میمانیم که همیشه در پناه خدا قرار بگیریم. به همین خاطر صبح که از خانه میخواید بیاید بیرون، یا از خواب بلند میشید نمازتون را میخوانید، اعمال روز را شروع میکنید، قبل از صبحانه اول بالاخره بعد از نماز 3 بار قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس بخوان و خودت را به خدا پناه ببر. به خدا پناه ببر از شر همه این وساوس و خطرات. شب که میخوابی هم 3 بار خدا تعالی حفاظتت میکنه. لذا میگه لاحتنکن، طبق یک ترجمه لام تاکید نون تاکید سوگند میخوره، سوگند به ذات تو من افسار میکنم ذریته اولادش را، الا قلیلا، مگر اندکی که برگزیدگان باشند، تو اونها را پناه بدی. خداوند چی فرمود؟ قال اذهب، برو. قال اذهب یعنی برو. فمن تبعك منهم، هر کسی از این انسان ها تابع تو شد، دنبال روی تو شد. من خدا که اونها را خلق کردم، به اونها لطف دارم، از من فرمان نبرد، از تو فرمان ببرد. هر کسی که تابع تو شد، فإن جهنم جزاؤکم جزاء موفورا، همانا جهنم جزای شماست، جزای کامل شما دیگه جهنمه. برو فریب بده. حالا به چی صورت فریب میده؟ اینجا قرآن 5 تا چیز را گفته. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، واستفزز یعنی بلغزان، فریب بده، بلغزان هر کسی را که میتوانی از آنها، به صوتی که با صدایت. یکی از صورتهای فریباندن انسانها توسط شیطان به وسیله چی هست؟ صداهای نامشروع، صداهای ناجائز. حالا این صداها چه موسیقی باشد، چه آوازهای نامشروع باشد، ترانه هایی که انسانها را تحریک میکنه به سوی گناه، بالاخره همه اینها را شامل میشه. مجاهد که یکی از مفسرین است، این به صوتیکه را تفسیر میکنه. قال مجاهد الغناء والمزامیر
واللحو، منظور ترانه ها هست، موسیقی ها هست، لهو و لعب هست، همه این صداهایی که تحریک جنس بیشتر میکنه. بسیاری هستن با همین صداها دنبال مسائل نامشروع میروند، چون شب و روز هی از همون مسائل یاد میشه، آخر اون مسائل یعنی حیا انسان کم میشه، عادی میشه برای انسان. موسیقی خیلی ضرر داره برای انسان. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود ان الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، او كما قال علیه الصلاة والسلام. یعنی این موسیقی ها، این صداهای ناجائز که انسان را تحریک می کند، اینها چنان نفاق را در قلب انسان رشد میده، همان گونه که آب چطور زراعت را، کشت را رشد میده. کسی که همیشه عادی هست چنان بالاخره عادت میکنه و دلش سیاه میشه. پس یکی از صورتهای فریباندن توسط شیطان به وسیله صداهای نامشروع است. دوم قدرت، و اجلب علیهم بخیلک و رجلک، یعنی بر اونها بتازان سوارانت را و پیاده نظامت را. خیل سواران، منظور لشکریان زیادی شیطان دارد. به وسیله این لشکریان، بعضیا جنیان بعضیا انسیان، خیلی هستند در خدمت شیطان هستند، هزاران و میلیون ها. همونطور که فرشته ها زیاد هستند، هر مأموریتی بالاخره با کثرت کسانی که در راستای گمراه کردن انسان ها هستند، تابع ابلیس هستند، گروه و حزب شیطان هستند، اینا هم زیاد هستند. لذا از همه طریق های مختلف محاصره کن، برو کارت را بکن، امتحانی شدی دیگه. سوم و شارکهم فی الاموال، حربه مال، در مال با اونها شریک باش. یعنی گاهی به وسیله مال شیطان ما را به گناه وادار میکنه. یک منفعتی هست، خیلی منفعتی خوبیه، ولی این معامله ناجایزه، معامله حرامه، ولی میگه بذار بعدم توبه میکنم. این همه سود میرسه. این مال چیزی هست که اینجا شیطان را انسان راضی میکنه به خاطر مال. این معامله ربا هست، 100 میلیون میدی، 6 ماه دیگه 200 میلیون بهت میده، میگه باشه الان بالاخره آسمان که به زمین نمیاد، یک گناهیه بعدش پوش توبه، اینا بعد توفیق توبه هم نمیشه. یعنی مال گاهی باعث میشه، گاهی مال کسی در دست ماست، مال یتیمه، مال عرض کنم که خواهره، مال نمیدونم مشتری هست، مال یک مظلومی هست که نمیدونه مالش دست ما هست، اینا را ما بالا میکشیم. اینا چی هست؟ عرض کنم که از این طریق شیطان فریب میده، از طریق مال. و چهارم والاولاد، به وسیله اولاد شیطان هم انسان را فریب میده. حالا به وسیله اولاد و مال دو صورت دیگه در اونها را هم عرض میکنم. گاهی اولاد باعث میشه که انسان از طریق حرام بیاره، کسب حرام، بگه بالاخره بچه هم لباس خوب داشته باشن، کفش خوب داشته باشن، اصلا معاملات هر نوع معاملاتی میشه منفعتی برسه. مال دیگر هم هست منفعتی برسه برای بچه ها گرسنه نمانند. لذا هر چی که جایز و ناجایز، مشروع و نامشروع، همه را قاطی میکنه. این اولاد هست که انسان را وادار میکنه که انسان به حرف شیطان چی بکنه؟ عمل بکنه. این چار. اما عرض کنم خدمت شما که از عبدالله ابن عباس درباره مال و اولاد یه روایت دیگری هم هست، اینم درسته. شیطان از طریق مال می آید انسان را چیکار میکنه؟ وادار به شرک میکنه. از طریق مال، مثلا مالت را برای غیر خدا چیکار بکن؟ برای غیر خدا نامگذاری کن، نذر کن، خیرات کن، چند برابر میشه. هی انسان را فریب میده. انسان به وسیله مال شرک میکنه. گوسفند را به نام غیر خدا میکشه. شتر را به نام پیر صاحب مثلا چی میکنه؟ نشانیش میکنه، نامگذاری میکنه.
به وسیله مال. قرآن میگه وجعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام نصیبا، از کشاورزی خودشون، از چارپایان خودشون بخشی را برای خدا قرار میدادند. فقالوا هذا لله بزعمهم، این مال خداست، این سهم خداست، و هذا لشرکائنا، این سهم لات و عزی خدایان ماست. به وسیله مال میره شرک میکنه و به وسیله اولاد گاهی شرک میکنه، گاهی به وسیله اولاد. مثلا اولاد را خدا داده، الله داده، اسمش را بذار عبدالله، عبدالرحمن، او اسمش را میگذاره عبدالشمس. در میان عرب ها بود نه، عبدالشمس یعنی بنده خورشید. عبدالحارث، میگن حارث نامی از نامهای ابلیس بود، او مردم را میگفت عبدالحارث بذارید. یا عبدلات، عبدود یکی از فرماندهان مشرکین بود که توسط سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در جنگ خندق کشته شد. امروزه مردم میگذارن عبدالحسین، این بنده خداست، بنده حسین نیست. چرا؟ دوستدار حسین، محب الحسین بذار، حسین را باید دوست داشت، اما بنده حسین نیستیم. یا عبدالرسول، عبدالنبی. حالا کسی بود اسمش عبدالنبی بود، یکی از اساتید اسمش را گذاشت محب النبی، گفت اسمت محب النبی، تو دوستدار نبی هستی، تو بنده نبی نیستی. یا در بلوچی نبی بخش، پیر بخش، اینا را الله بخشیده. امام بخش، امام که بهت نبخشیده. این به وسیله اولاد بعضی ها را وادار به چی میکنند؟ به شرک میکنند. لذا و بعضی ها هستند همین اولاد نوزادی هست، اینقدر دعا آویزان هست وقتی که باز میکنیم تا همه استمداد از غیر خداست، یا فلان و یا فلان برای حفاظت این بچه. اینا بالاخره از هر طریقی شیطان میخواد انسان را گرفتار بکنه، وادار بکنه، گرفتار حرام، گرفتار خرافات، شرک. لذا در هر چیزی باید تابع دستور خدا، تابع کلام خدا بود. وعدهم، و پنجمین وعدهم یعنی در اونها رو وعده بده. یکی دیگر از صورتهای گمراه کردن انسانها توسط شیطان اینه که وعده میده، یک سری آرزوها و تمناهایی در دل ایجاد میکنه که هیچ وقت شاید به اون آرزوها نرسه. هی آرزو میکنه فلان چیز، فلان، همه گناه، همه معصیت. لذا تمناهای فریبنده، وعدهای فریبنده. اما خدا میفرماید و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، شیطان وعده نمیده مگر وعده فریب میده، هیچ وقت فریبش را نخورید. اما خداوند در اینجا هم میگه بندگان صالح من، اونایی که با من رابطه دارند، اونایی که منو عبادت میکنند، اونایی که منو شب و روز ذکر میکنند، یاد میکنند، کلام من را میخوانند، ای شیطان تو بر اونها هیچ نوع تسلطی نداری. ان عبادی لیس لك علیهم سلطان، همانا بندگان من، بندگان صالح من، لیس لك علیهم سلطان، نیست برای تو بر آنها هیچ نوع تسلطی. و کفا بربک وکیلا، دلیلش چیه؟ رب کافی است تو را از نظر کارساز، بهترین کارسازت خداست. تو در پناه خدا در بیا، همه مشکلاتت را حل میکنه. خب پس ببینید در این آیه خدای عزوجل تذکر داد نسبت به حربه های شیطانی و از راه های مختلفی وارد میشه، از راه مال، از راه اولاد، از راه موسیقیات، از راه خرافات، از راه های متفاوتی، آرزوها و تمناهای فریبنده. حالا الله تعالی بعد از این قدرت خودش را، دلیل توحید را، یعنی ذهنها را میبره به طرف قدرتش. هر چی که عظمت پروردگار در دل ما بیاد، عظمت غیر خدا مثل شیطان و اینها کمتر میشه.
الله میفرماید ربکم الذی یزجی لکم الفلک، الله آن ذاتی هست که به حرکت در می آورد برای شما کشتی را در دریا. لکم الفلک فی البحر، این نعمت بزرگی در دریا چه منافعی برای ماست. لتبتغوا من فضله، تا که از فضل پروردگار شما بطلبید. انه کان بکم رحیما، این مهربان است به شما، رب مهربان است که شما را به وسیله دریا چه منافعی میده. تمام کارهای ما به وسیله حمل و نقل دریایی آسان میشه. کشورهایی که ندارن این را هی سعی میکنن یک جاده، یک راهی به دریا خود چیکار بکنن، برای خودشون باز کنن، چون خیلی منافع است. اما الله عزوجل میفرماید شما انسان ها، بعضی البته مراد مشرکین هستن، چقدر ناسپاسید که دریا وقتی که میرید اونجا فقط به یاد خدایید، اونجا غیر خدا را صدا نمیزنید. میدونید که در دریا خدایان شما هیچ کاری نمیتونن بکنند. الله میفرماید و اذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا ایاه، هرگاه به شما ضرری مصیبتی میرسد در دریا، مثلا کشتی دوچار چی میشه؟ موج میشه. ضل من تدعون الا ایاه، ناپدید میشه، گم میشه حتی از ذهن شما. من تدعون، تمام اونهایی که شما صدا میز کردید، الا ایاه، بغیر از خدا. اونجا همه تو میگه خدا خدا در دریا. حتی عیسی مسیح را هم صدا نمیزنید، لات و عزات را هم صدا نمیزنید، همه را صدا نمیزنید، فقط کی را صدا میزنید؟ خدا را. انسان، این را خدمت شما عرض بکنم، انسان یک وجدانی دارد، این وجدان که اصل در وجدان همه ما توحید و ایمان و یک تاپرستی هست. حتی همون کمونیست گاهی فشار بر او میاد، اعتقاد به خدا نداره، گاهی بدون اختیار خدا میگه، خدا را صدا میزنی. اون همون وجدان و همون فطرتی که رسول الله میفهمد در وجود هر انسانی هست. حالا این که مشرکین همش لات و عزا را صدا میزنند، غیر الله را صدا میزنند، همون وجدانشون هنوز حیات داره. وقتی که اونجا میفتن در دریا میگن کار اینها نیست، اونجا فقط خدا را صدا میزنند. ضل من تدعون الا ایاه، بغیر از او شما بقیه را گم میکنید. اما بعضی از علما با توجه به انسانهای امروزه میگن بعضی ها اینقدر در زد خدا که حتی در همون شرایط سخت، هم خدا را فراموش میکنند. اونجا هم غیر الله را صدا میزنند. همین شعر فارسی هست، به گرداب بلا. البته اینا هندوستانی ها درست کردند. هندوستان چند صد سال پیش فارسی بود، همه ترجمه های قرآن فارسی اول از هندوستان چاپ شد. شاه ولی الله اولین ترجمه فارسی را نوشته بود، خودش هندی هست، دهلوی هست. میگه به گرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. یعنی اونها را خدا میفرماد ضل من تدعون الا ایاه، همه کسانی که شما در خشکی صدا میزدید، اونها را صدا نمیزنید تو دریا. اینا هنوز خدا را صدا نمیزنن، معین الدین چشتی را صدا میزنند. در بعضی کتاب ها همیشه ذکر میکنم، تو همین شهر ما همین کتاب ها فروخته میشه. بعضی ها نمیدونم چقدر باور داره این کتاب ها را. داستان بزرگان، داستانی که با عقیده ما در تضاد باشه، اون داستان را بزنید به دیوار، اون دروغ، واقعیت نداره. بعضی میگن نه اینا مسائل هستن شما نمیفهمید، شما هنوز درک نکردید. الحمدلله ما قرآن را میفهمیم، خدا کنه تا آخر اونا را درک نکنیم. تو اون داستان هست یک پیر صاحبی با مریدهاش نشسته، یهو آشفته میشه، دستش را به جلو میبره، دوباره دستش را عقب میکشه، آستینش پر آب داره، آب میریزه. تمام تعجب کردن چه خبر شد؟ حضرت چی شد؟
گفت که هیچی. یکی از مریدان ما تو دریا مشکل گیر کرده و ما را صدا زد، کشتیش میخواست غرق بشه، ما نجاتش دادیم. لذا این همون آب است داره میریزه. بعضی میگن سبحان الله. اینها همین درس های شیطانی هستن که انسان ها را فریب میدن. وقتی که اعتقاد ما این باشه چه امیدی برای نجات هست؟ بعد میگه نه اینا بحثای اولیاء هستن، اینا مسائلی هستن که مال غیب هستن، شما ظاهر بین، علمای ظاهر بین، شما اینا را نمیفهمید. لذا الله عزوجل ببین درباره مشرکین چی میگه. میگه اذا مسکم الضر فی البحر، وقتی که به شما مصیبتی در دریا میرسه، ضل من تدعون، گم میشه اونهایی که شما صدا میزنید، همه اونها را که صدا میکردید همه را فراموش میکنید، الا ایاه، مگر الله، فقط خدا را یاد میکنید. اما چقدر شما انسان ها ناسپاسید. فلما نجاکم الی البر اعرضتم، وقتی که خدا شما را نجات میده به خشکی میاره، دوباره شما از توحید خدا، از اینکه فقط خدا را صدا بزنی اعراض میکنید، دوباره پشت میدید. و کان الانسان کفورا، الله میفرماید انسان بسیار ناسپاس و ناشاکر است. اکرمه رضی الله تعالی عنه، اکرمه فرزند کی بود؟ ابو جهل. بعد از اینکه ایمان آورد گفت به من نگید اکرمه ابن ابی جهل، بگید اکرمه ابن اسلام، من از این به بعد فرزند اسلامم. اکرمه وقتی که مکه فتح شد گریخت، فرار کرد، میخواست بره به یک کشوری دیگه. تو دریا وقتی که رفت کشتی دوچار مشکل شد، ناخدا اونجا گفت، اون زمان شرک غالب بود، مذهب اکثر مردم شرکی بود. ناخدا گفت اهل کشتی ببینید اینجا غیر از خدا کسی را صدا نزنید، دیگه کاری کسی دیگه نیست. اکرمه اونجا میگه من با خودم فکر کردم آخر محمد همین میگفت، چرا ما وقتی که این خدایان اینجا نمیتونن ما را کمک بکنن اونجا هم نمیتونند؟ اونجا نظر کرد، اونجا مسئله را با همین جریان متوجه شد، گفت خدایا اگر از اینجا تو منو نجات دادی، بر میگردم به پابوسی محمد ایمان میارم. چنانچه خدا نجاتش داد، برگشت ایمان آورد. لذا بعضی وقتا یک اتفاقی میشه انسان متوجه میشه. لذا الله میفرماید شما را که من نجات میدهم، گاهی تو هواپیما همینطور میشه، یا خدا یا خدا، اون وقت یا فلان و یا فلان را انسان فراموش میکنه. اما خدا میفرماید فلما نجاکم الی البر، وقتی که نجاتت میدم به خشکی، میای اون نماد را دوباره میبینی، نماد شرک را، بت را دوباره میبینی، اعرضتم، شما از توحید دوباره اعراض میکنید. و کان الانسان کفورا، انسان خیلی ناسپاس است. خداوند میفرماید ای انسان، آیا فکر نمی کنی شاید دوباره سر و کار تو همون دریا بیفته؟ دریا نه، خدا قادر است تو همین زمین هم غرقت بکنه. مگر قارون را در خشکی غرق نکرد؟ خسف نشد؟ لذا الله می فرماید افامنتم، آیا شما ایمن هستید ان یخسف بکم جانب البر، یا در کناره از همین خشکی شما را خدا خسف بکند؟ اونجا تو دریا غرقت نکرد، بازم شرک میکنی، همینجا تو زمین غرقت میکنه. خیلی ها را خدا غرق کرده تو زمین. رانش زمین شنیدید، دیدید، تو فیلمات دقیقا دیدید، یک روستای کامل غرق میشه، میره تو زمین با انسان هایش. الله می فرماید افامن ان یخسف بکم جانب البر، آیا شما ایمن هستید ای مشرکان اینکه شما را خداوند خسف بکند، فرو ببرد در کنار زمین، او یرسل علیکم حاصبا، یا در همین خشکی خداوند برای شما تندباد بیارد، طوفان بیارد، طوفان شن که بر شما سنگ ببارد. ثم لا تجدوا لكم وکیلا، سپس نیابید برای خودتون هیچ کارسازی که مشکل شما را حل کند. ام امنتم ان یعیدکم فیه تارة اخرى، یا اینکه آیا ایمن هستید، بیغم هستید اینکه شما را خدا برگرداند به همون دریا بار دیگر سرتون به دریا بیفته. آمدی بیرون خدا را فراموش کردی، دوباره خدا
زمینه سفر دریایی برات فراهم میکنه. اونجا دوباره این بار که ببرد، چون یک بار توبه را شکستی، شرک کردی، فیرسل علیکم قاصفا من الریح، میفرستد بر شما طوفانی از باد. قاصف اون طوفان در هم کوبنده را میگند. بعدی که اون باد به شکل چی باشد؟ طوفان در هم کوبنده، همه چیز را بشکند. فیغرقکم بما کفرتم، الله شما را غرق بکند بعدم به سبب کفر شما. خدا قادر است. شما فکر میکنید در رفتی؟ ثم لا تجد لكم علینا به تبیعا، سپس نمیابید برای خودتون بر ما، بر علیه ما، نسبت به این جریان تبیعا یعنی بازپرس. کسی نیست بعد از ما بپرسه که خدای چرا اینا را غرق کردی، ما که انجام میدیم. لذا الله عزوجل میفرماید که شما چیکار کنید؟ شما ناسپاسی نکنید. شما وقتی که نجات میابید دوباره شرک نکنید. بعضی از ما هستن حالا این بحث شرک و ایمان است، اما بعضی بحث عمل و غیر عمل. بعضی از ما در مشکلی گرفتار میشه، مثلا خدای ناکرده سر و کارش به زندان میفته، پرونده سختی براش تشکیل میشه. اونجا توبه میکنه، شب و روز خدا را التجا میکنه، دعا میکنه، خدای دیگه نافرمانی تو را نمیکنم، نماز قضا نمیکنم، از همینجا. بعضی میگه از همینجا که برم 4 ماه تشکیل میشم، چنان میکنم چنین میکنم، اما وقتی که میاد بیرون دوباره فراموش میکنه. و اینا بترسن. تعهدی که با خدا کردی، تعهد را بشکنی دوباره زود میگیره. لذا الله تعالی میفرماید شما ایمن نباشید، وقتی که شما این کار را بکنید من زود شما را چکار میکنم؟ مؤاخذه میکنم. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر. الله عزوجل اینجا ترغیب میده انسانها را و دعوت به توحید میده. خدا به انسان خیلی کرامت داده، خیلی عزت داده. انسان اجازه نداره جلوی کسی کرنش بکنه به خاطر احترام و عزت، به غیر از اینکه جلوی الله، محضر الله. مبادا انسان بیاد جلوی انسانی سجده بکنه، جلوی انسانی خودش را ذلیل بکنه. معنیش همینه. چون بحث توحید بود، بعد از بحث توحید بحث چیه؟ کرامت انسان. مبادا انسانی بیاد خاک بخوره و به خاک، جلوی خاک یعنی قبر، جلوی سنگ، جلوی درخت، اینا همه تابع انسان هستند. اینا را خدای عزوجل درست کرده برای خدمت انسان. درخت برای خدمت شما است، سنگ برای شما است، برای استفاده های گوناگون شما است. شما نکنید جلوی اینا. انسان ها مثل شما هستند، جنات از شما پایین ترند. لذا خورشید و ما اینا تابع شما هستند، برای نفرسانی برای شما خلق شدن. اونا را سجده نکنید، اینا خادمند، شما مخدومید. آتش برای منافع شما هست، برای درست کردن غذا هست، برای گرم کردن، برای چیزهای دیگه. اون شما هیچ وقت، اون خادم شما مخدومید. شما خودت را کوچک نکن، نرو جلو او سجده نکن. خدای تعالی به انسان خیلی عزت و کرامت داده، اما انسان بیچاره قدر خودش را نمیدوند، جلوی این و اون به سجده میفته، خودش را ذلیل و خوار میکنه. در هندوستان که جلوی هر چیزی میگویند که 25 میلیون اونجا معبود وجود داره. 25 میلیون، یعنی هر چیزی که عجیب و غریب باشه اون میشه خدایشون. گاو عجیب، خیلی شیر میده، این شده خدا. یک درختی عجیب چند صد سال عمرشه، این شده خدا. یک بچه از مادر متولد میشه، بینی نداره، مثلا عرض میکنم دهنش کجه، میگه این مثل انسانه دیگه نیست، این مظهر خداست، این سجده میکنند. موش را عبادت میکنند، سجده میکنند. انواع این انسان وقتی که واقعا ذلیل بشه دیگه راهش را گم بکنه، کجا و کجا میره. الله میفرماید ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم را کرامت بخشیدیم. ما به بنی آدم را نسبت به مخلوقات دیگه برتر قرار دادیم. ببینید دلیل برتری چیه؟ حالا مخلوق خیلی بزرگتر از ما هست،
از نظر وزن و از نظر جثه و از نظر قدرت شتر 10 برابر ماست. هست یا نیست؟ ولی لگام او به دست ماست، میخوابونیم، ذبحش میکنیم، از شیرش استفاده میکنیم، سوارش میشیم، 10 تن بار بر او میگذاریم، 10 تن نه ولی کمتر. بالاخره هر کاری که دلمون میخواد ازش استفاده میکنیم، آخر ذبحش میکنیم، گوشتش را کباب میکنیم. الله عزوجل چه کرامتی به ما داده، مخلوقات بسیار بزرگتر در اختیار ما هستند. دریا را ببین چقدر عظمت داره، تمام دریا مسخر در دست ماست. تو دریا میریم برای خودمون نفت استخراج میکنیم، میریم از دریا ماهی میگیریم، حمل و نقل های خودمون را به وسیله همین دریا انجام میدیم و هزاران فواید دیگه از دریا. جو را، فضا را ببین، آسمان را، همش در اختیار ما هست. هواپیمای غول‌پیکر هر جا به پرواز در میاریم، از این نقطه دنیا به اون نقطه دنیا در ظرف چند ساعت میرسیم. اینا را خدا میفرماید ما به انسان کرامت دادیم. ولقد کرمنا بنی آدم، ما فرزندان آدم را کرامت و عزت دادیم و حملناهم فی البر والبحر، اونها را حامل کردیم، سوار کردیم بر مراکب خشکی و دریایی. خشکی هم چه مراکبی هست، شتر هست و اسب هست، بعد از اون این ماشین آلاتی که درست شدند. دریا همچنین. و رزقناهم من الطیبات، انواع مأکولات و خوراکی های طیب و پاکیزه. چقدر پاکه، وقتی که تا زمانی که پاکه، تمیزه، تر و تازه است ما میخوریم. وقتی که خراب میشه، زائد هست، میاندازیم، اون وقت بقیه حیوانات میخورند. همه حیوانات، حتی جنات، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که به وسیله استخوانها استنجا نزنید که اینها خوراکی های برادران جن شما هستند. اینایی که ما میندازیم بعد خوراک دیگران میشند. حیوان بالاخره مازاد را میخوره، پرنده هست، مرغ هست، گوسفند هست، اون بخشش را میخوره که به درد ما نمیخوره. ما گندمش را میگیریم، اون آشغالش را میریزیم، اون میخوره. ما جوش را میگیریم، برنجش را میگیریم، اون پوستش را، اون کاهش را میریزیم، اون میخوره. لذا الله عزوجل چه کرامتی به انسان داده، انسان قدر خودش را نمیداند. و رزقناهم من الطیبات، از پاکیزی ترین ما به اونها رزق دادیم. و فضلناهم، الله میفرماید ما فضیلت دادیم، علی کثیر ممن خلقنا، بر بسیاری از اون افرادی که ما خلق کردیم. تفضیلا، فضیلت دادنی. ببین خداوند عزوجل همونطوری که در این آیه خواندیم از جهات مختلفی انسان را نسبت به مخلوقات دیگر برتر قرار داده. این مسئله مقدار فکر میخواد و بعد شکر میخواد. فکر میخواد و بعد شکر میخواد. ببین از نظر جسمانی حسن و کمال، من یه روزی بر اون خلقنا الانسان فی احسن تقویم خدمت شما عرض کردم، زیبایی که انسان داره، زیبایی که انسان داره خدای تعالی به هیچ مخلوقی نداده. کار نداریم با سفیدی و سیاهی پوستش، این یه چیز دیگه هست. منظور از زیبایی نیست، منظور همین هیئت هست، همین شکل است. همه یا میخزند یا روی 4 دست و پا را میروند، اما انسان سر بلنده، قد بلند است، بالاخره سرش بالاست، روی 2 تا پا راه میره و چنان خدای عزوجل اون 2 تا پاش را تنظیم کرده که انسان راحت راه میره، میدوه به هر حیاتی که بخواد، تند یا کند. و بعد دستهایش آزاد هستند، خوراکیهایش را به وسیله دست انسان تمیز میکنه، پاک میکنه، درست میکنه، مطبوع، خوش خوراک، عرض کنم خوش عطر. چقدر انسان روز به روز پیشرفت میکنه. این به سبب همین دسته و به سبب عقل. و بعد چهره به انسان داده خدای عزوجل که مظهر تمام زیبایی هست. این قسمت از چهره که زیبا هست، اینجا خدا مو هم نگذاشته. لذا الله عزوجل چشم داده، الله بینی داده، پیشانی داده، گونه داده. هر یکی از اینها بالاخره زیبا. بعضی وقتا
بعضی از اینها خراب میشه، میرن جراحی های زیبایی انجام میدن. چقدر هزینه میکنند؟ معلوم میشه که این همون قدر زیباست که انسان ها میره هزینه میکنه. الان بعضی صورت های ناجایز را ما قبلا بحث کردیم، تکرار نمیکنم. و یکی از مسائل همین شکل ظاهری، اما غیر از این دیگه برتری های انسان داره که این زیبایی ظاهری اصلا به حساب نمیاد. یکی از اونها سخن گفتن است. سبحان الله، همین نطقی که خدا به ما داده، انسان میتونه سخن بگه. علمه البیان، در سوره رحمان میگه نه، علمه البیان، هر چی که در دلت هست بگو، راحت داری، ما فی ضمیرت را، ما فی القلبت را ادا میکنی. این حیوانات گاهی دردی دارند، نمیتونه به صاحبش بگه کجا مشکل داره، هی فریاد میکشه تا میمیره. اما انسان نه اینکه دردش را میگه، انسان چه پیشنهاداتی، چه بلبل زبانی، چه سخنرانی های، چه مطالب انسان داره به وسیله همین زبان داره بیان میکنه. پس اینها تمام ابزار و وسایل برتری انسان هستند که اینها حالا همه اینها چشم و گوش و عقل و اینها تمام فضایلی هستند که برای وسیله های علم هستند، راه های علم هستند. اما از همه اینها بالاتر، مهمتر، ارزشمندتر عقل که این انسان را متمایز کرده از بقیه مخلوقات. به وسیله همین عقل است که انسان راه های علم را و راه های تحقیق را می پیماید. به وسیله همین عقل هست، همین سلاح مهم هست که انسان در بلندی های فضا و در اعماق زمین هنوز مشغول تحقیق است. کجا نرفته، این کره خودش را گذاشته، پا به کره ماه گذاشته، به مریخ میره، به کجاها سفر میکنه. این عقل انسان را به کجا، چه برتری هایی. واقعا خدای تعالی به انسان تسلط داده. اما این را خدمت شما عرض کنم که اگر انسان خودش را با این عقل مستغنی از خدا بداند، انسان گمراه میشه، انسان بیچاره سقوط میکنه. عقل تنها کافی نیست، دلیلش را میگم کافی نیست. عقلا در دنیا کمن؟ نه، همه عقل دارند. اما ببین چه اختلافاتی با هم دیگه داریم. همین دانشمندان، فیلسوفان، اینایی که خدا را باور ندارند و قبول ندارند، در نظراتشون با هم خیلی تفاوت دارند، خیلی اختلاف دارند. این معلوم میشه که عقل کاملا صائب نیست، درست نیست. عقل نیاز به رهنما دارد. رهنمای عقل شرع. رهنمای عقل چیه؟ شرع. عقل را در اختیار شرع بذار، اون وقت بالاخره زمین و آسمان را پرواز میکنی. علامه قرطبی یک تشبیه جالب بیان میفرماید که عقل به مثابه چشم هست و شرع به مثابه خورشید است. خورشید که باشه چشمت را باز کن تمام دنیا را میبینی. اما اگر خورشید نباشد، یعنی بدون شریعت، انسان با عقل به جایی نمیرسد، به موفقیت دنیا و آخرت نمیرسد. لذا عقل خدای تعالی به ما داده، این بزرگترین کرامته، بزرگترین وسیله و ابزار برتری ما نسبت به تمام مخلوقه. اما این عقل زمانی صائب هست، یعنی مسیرش درسته که در اختیار چی باشد؟ شر باشد. خورشید شر طلوع بکند، شما عقلت را در اختیار او بذار. اون وقت ببین که به چه مکارمی، به چه زیبایی هایی، به چه فضائلی در دنیا و در آخرت میرسی. لذا این فضیلتی که خدا به من و تو داده، زمانی این فضیلت کامل میشه که این را در اختیار چه بگذاریم؟ لذا الله می فرماید وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا، بر بسیاری از آنهایی که ما خلق کردیم، ما انسان را فضیلت دادیم. انسان نسبت به همه مخلوق فضیلت. اما بعض از همین انسان ها، اونهایی که تابع شر می شوند، اونها حتی از فرشتگان هم برتر و اولاتر.
و اونهایی که نه شر خودشون را از شر مستغنی میدونند، این مثل این هست که چشم را در تاریکی باز بکنی. چشم را در تاریکی باز بکنیم احتمال سقوط در چاه هست، در چاله هست، در حفره هست، لذا احتمال هلاکت هست. حالا این انسان هایی که در آیات بعدی خداوند اونها را گمراه می نامد، اینا هم اینهایی هستند که عقل را بکار بردن، شر را کنار گذاشتن. عقل کوچولوی اونها گفت که این مظهر را عبادت کن، اون بزرگتره، اون عبادت کن. نه، اون بزرگتره. گاهی به ستاره، گاهی به ماه. استدلالات ابراهیم را خواندیم نه؟ هذا ربی. بعد گفت نه، هذا ربی هذا اکبر، این بزرگتره، این را من عبادت میکنم. فلما افلت، وقتی خورشید غروب کرد گفت نه نه، رب من اون ذاتی است که همیشه هست. پس بهتره که تنها به عقل تکیه نکنیم. لذا الله می فرماید یوم ندعو کل اناس بامامهم، روزی می رسد که ما صدا می زنیم همه انسان ها را با امامشون. امام یعنی چی؟ اینجا دو تا تفسیر می کنم. یکی امام به معنی پیشوا، مقتدا، هر اون کسی که شما ازش پیروی می کنید. حالا در دنیا این امام ها به دو نوع هستند، امام هدایت، امام ضلالت. بعضی هستند که از پیغمبر پیروی می کنند، تابع امام هدایت هست. از یک عالمی که متبع شریعت هست پیروی می کند، او را به راه چی برده؟ به راه درست. این انسان ناجی هست. اما بعضی هستند که از ائمه گمراه، ائمه که به سوی شرک و خرافات انسانها را وادار می کنند. لذا اینها را ما صدا می زنیم. و بعضی می گویند که نه، مراد از امام اینجا اعمال نامه هست، پرونده هست. هر یکی را میگیم که پرونده ات را بردار بیا، چون بعد از این بحث پرونده هست. الله اعلم، هر دو درسته. الله می فرماید یوم ندعو کل اناس بامامهم، روزی که ما صدا میزنیم هر انسانی را همراه با پیشوایش صدا میزنیم یا همراه با پروندهش صدا میزنیم. فمن اوتی کتابه بیمینه، اون انسانی که نامه اعمال به دست راست داده میشه، فاولئک یقرؤون کتابهم، این گروه، این دست کسانی هستند که میآیند در ملأ عام نامه را میخوانند. مثل یک بچه‌ای که تازه کارنامه را از قدیما، ما که بچه بودیم میرفتیم کارنامه مون را از مدرسه میگرفتیم، اگر قبول بود و 20 بود، تو کوچه خیابان به همسایگان من قبول شدم 20 شد، اینقدر خوشحال بودیم تو پوستمون جا نمیگنجیدیم. اما کسی که رفوزه میشد سرش پایین بود. لذا الله میفرماید این کس مثل همون بچه که شاد هست در ملأ عام میگه بیای مردم، بیای ببینی من قبول شدم، من به بهشت میرم. فاولئک یقرؤون کتابهم، اینها در ملأ عام کتابشان را، اعمال نامهشان را میخوانند. ولا یظلمون فتیلا، به این انسانها به اندازه فتیلی ظلم نمیشه. فتیل را قبلا خواندیم. فتیل اون نخکی را میگویند که در شکم خسته خرماست. گفتیم که 3 چیز اونجا هست، یکی قطمیر، اون پوسته را میگند، یکی فتیل در اون شکم خسته خرما چی هست؟ یک نخی هست بسیار ظریف، یکی نقیر، پشت اون خسته خرما یک سوراخکی هست، اون را میگن نقیر. الله عزوجل میفهم به اندازه اون فتیل هم بر اون ظلم نمیشه. اما ومن کان فی هذه اعما، هر کسی در این دنیا نابینا باشد، فهو فی الاخرة اعما، اون در آخرت هم نابینا است. نابینا به چه معنا؟ یعنی نابینا از هدایت، نابینا از ایمان. کور باشد یعنی راه توحید را نبیند، به این معنا است. اون در آخرت هم بالاخره از راه نجات و از راه بهشت کور میشه. به کجا میره؟ به جهنم میره. و اضل سبیلا، از نظر راه از همه گمراه تر هست. و ان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک،
این آیات توحیدی را وقتی رسول الله میخواند، بالخصوص در مکه همه رد خدایان باطل بود. اونا همیشه خواسته هایی داشتن از پیغمبر، میگفتن تو مقدار کوتاه بیا. گاهی معلوم میشه که بعضی خواسته ها که بظاهر خواسته های ضرری نداشتند، رسول الله گاهی تمایل پیدا میکرد که به توافقی برسه، بعضی خواسته هاشون را توجه بکنه، نه اون خواسته که درباره توحید بود. درباره خود آن حضرت مثلا یه جلسه خصوصی بگیر، اونجا بلال و خبیب و صهیب و نمیدونم این صحابه فقرا نباشه، رسول الله بیمیل نبود که این جلسه رو بگیره با اینا تفهیمش بکنه. ولی خدای عزوجل نهیب داد پیغمبرش را، نه این کار را نکن. الله میفرماید و این کادوا لیفتنونک، همانا نزدیک هست که اینها شما را بلغزانند، در فتنه واقع کنند، بلغزانند و دور کنند از چی؟ عن الذی اوحینا الیک، از اون چیزی که ما وحی کردیم به سوی تو، لتفتری علینا غیره، تا که افترا بگویی بر ما غیر آن. یعنی دوست دارن که شما چیکار کنید؟ شما بعضی چیزها را نسبت به بعضی چیزها نرمش نشان بدهید. و اذا لاتخذوک خلیلا، در این هنگام تو را به عنوان دوست خواهند گرفت. اما خداوند میفرماید ولولا ان ثبتناک، ای محمد، ای پیغمبر من، اگر ما تو را تثبیت نکرده بودیم، ثبات قدمی نداده بودیم، لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا، نزدیک بود متمایل بشی به سوی اونها اندکی، نزدیک بود اندکی به سوی اونها تمایل پیدا بکنی. اگر این کار را میکردی میدونی چی میشد؟ اون وقت خدا مؤاخذه میکرد، اعوذ بالله. اذا لازقناک، خداوند نسبت به پیغمبرش چیزهایی میگه که گاهی ما جرأت نمیکنیم ترجمه بکنیم، چون جایگاه الله کجاست و جایگاه مخلوق الله کجاست. اذا لازقناک، در این هنگام ما میچشانیم به شما ضعف الحیات و ضعف الممات، دو برابر شکنجه زندگی و دو برابر شکنجه موت، بعد از موت یعنی برزخ و آخرت. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، سپس بر ما شما، بر علیه ما هیچ یاوری هم نمیابی، هیچ که تو را کمک نمیکنه اگر تمایلی به سوی کفار داشته باشی. ببینید رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکر برای رسول الله است، اما این در واقع تذکر برای من و شماست، بالخصوص کسانی که خودشون را علمای دین میدونند. همیشه غیر دین از ما توقعاتی دارن، بالخصوص درباره دین. بنده چندین بار عرض کردم، اشاره هم کردم، بسیاری اربابان حکومت، اهل سیاست، اهل دنیا، بسیاری کسانی که نظریه هایی دارن، نظریه های دینی ندارن، نظرات دنیوی دارن، اونها از ما میخوان ما درباره مسائل دینی مقداری نرمش نشون بدیم. بعضیا درباره مسائل اعتقادی، چیزایی که عقیده ما نیست، بعضی دوست دارن ما بریم با بالاخره اونها خوشرقصی بکنیم، هرچی اونها بگن ما شرکت بکنیم، ولو اینکه خلاف عقیده ما باشد. اگر ما این کار را بکنیم خدای عزوجل ما را مؤاخذه میکنه، ذلت دنیا و آخرت العیاذ بالله نصیب انسان میشه. بعضی از غیر دین ها هستند، کسانی که بالاخره لایکند، غیر دین هستند، اونها هم گاهی دوست دارن ما قرآن را، دین را طوری تفسیر بکنیم که طبق منشأ و میل اونها باشد. بعضی بالاخره معتقدن، لیبرال هستند، متجدد هستند، معتقد هستند که باید انسان هر نوع آزادی داشته باشه، از قید، حالا از قید حکومت و حاکمان مستبد و ظالم انسان آزاد باشه، اینه که ما معتقدیم. اما میگه از قید مذهب و دین هم انسان آزاد باشه، بذار هر چی میکنه بکنه. نه، بالاخره ما چنین چیزی نمیتونیم بگیم. ما باید مردم را ارشاد بکنیم، راهنمایی بکنیم. حالا کسی خودش میره جواب خدا را خودش میده، اما ما نیاییم این نظرات را تقویت نکنیم. حالا خواسته ها، من یک مثالی عرض کردم، خواسته ها در هر زمانی متفاوت است.
یه زمانی یک حاکم میاد میگه بیای شما چنان سخنرانی بکنید که مثلا وحدت ادیان ثابت بشه، ما میخوایم با این کشورها رابطه داشته باشیم. یکی از رجال دینی را میبره در اون جلسه که بگه اون دین هم حقه، اون دین هم حقه، اون دین هم درسته، هر یکی به دین خودش عمل کنه ناجیه. میخواد که تاییدی برای اونها از زبان ما، یعنی چیزی که برخلاف عقیده ما هست. خداوند پیغمبر را میگه اگر شما کوچکترین تمایلی به خواسته های اهل شرک نشان بدهید، اون وقت خداوند 2 برابر عذاب میده، هم در دنیا هم بعد از مرگ، العیاذ بالله. و ثم لا تجد لك علینا نصیرا، سپس بر ما هیچ کسی را یاور نمیبینی بر علیه ما که کمکت بکنه، بی یار و بی مددگار میشی. لذا استقامت کن. وقتی که رسول الله استقامت کرد، مشرکین آخر چه کار کردند؟ آخر مجبورش کردند که از مکه بره. حالا این آیه و این کادوا لیستفزونک من الارض، همانا نزدیک است که بلغزانن شما را از زمین، یعنی تبعید بکنن، لیخرجوک منها، تا که از این ارض مکه شما را بیرون کنند. ولی این را بدونند اونا کاری میکنن که شما بیرون بشید، پشت سر شما اونها هم روی خوش نخواهند دید، روز خوش نخواهند دید. چرا؟ چون که تا زمانی که وجود مسعود پیامبر در میان ملت باشه عذاب نمیاد. پیغمبر که بره عذاب میاد. رسول الله وقتی که رفت قحطها شروع شد که 18 ماه بعد از رفتن رسول الله، جریان بدر 18 ماه بعد از هجرت اتفاق افتاد. 18 ماه بعد از رفتن رسول الله خداوند عزوجل در یوم الفرقان یک فیصله بسیار تاریخی فرمودند. یک لشکر 1000 نفری از قدم گرفته تا دندان مسلح و مجهز، 3 برابر مسلمانان آمدن در میدان. مسلمانان جمعیتشون 313 نفره، 2 تا اسب دارن، 40 تا شتر دارن، 5-6 تا شمشیر دارن، هیچ آمادگی جنگ هم ندارند، اما خدا را پشت سرشون دارند. در اون همون حمله اولی که حمله کردند، خدای عزوجل چنان ضربه مهلکی به دشمنان زد که در همون حمله اولی 70 تا از همون سران، همون کله گنده ها، اونایی که همه در اون جلسه خصوصی ابو جهل همینها بودند، همیشه عتبه، شیبه، خود ابو جهل، امیه و خیلی دیگه از سرداران، اینا همه کشته شدند. 70 تاشون اسیر شدند، بقیه مثل موش فرار کردند. این الله تعالی میگه تو که بری بعد از اون روز خوش نخواهند دید. و این کادوا و اذا لا یلبسون خلافک الا قلیلا، یعنی در این هنگام پشت سر شما، خلاف شما یعنی پشت سر شما، بعد اخراج شما نخواهند ماند مگر اندکی، ای الا قلیلا یعنی زمانا قلیلا. سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا، الله میفرماید این روش الله هست. سن الله سنتا، این روش ما هست که من قد ارسلنا، سنت اون کسی که ما فرستادیم قبل از تو از رسول ما، یعنی سنت ما درباره اونها همین بود. هر وقتی خدا میخواست قومی را عذاب بده، قبل از اون پیغمبرش را میگفت، حضرت لوط را میگفت برو فاسر باهلک بقطع من اللیل، برو از اینجا. حضرت صالح را گفت ترک کن، اینجا را ترک کن. و حضرت هود را گفت شما از اینجا برو که طوفان داره میاد. این روش الله بوده برای پیغمبران گذشته، همین بوده. تا زمانی که پیغمبر در میان قوم بوده عذاب نبوده، وقتی رفته عذاب بوده. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، این سنت ماست، روش ماست در اونهایی که فرستادیم قبل از شما از رسول ما. ولا تجد لسنتنا تحویلا، شما نسبت به این سنت و روش ما هیچ نوع تغییری نمیابید. صدق الله مولانا العظیم.
الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. پروردگارا اله العالمین، به وسیله این آیات پر نور، پر برکت، پر خیر، ما را در زندگی درست راهنمایی بفرما، فهم درست و برداشت درست از این کلام را نصیب ما بگردان و توفیق بده در مسیر زندگی به این کتاب پر برکت عمل بکنیم. مولا زندگی ما را زندگی قرآنی بگردان، اعتقاد و باور ما را باور قرآنی بگردان، اخلاق و اعمال ما را اخلاق و اعمال قرآنی بگردان. اله العالمین به ما توفیق بده در مسیر زندگی بر جاده شریعت باشیم، بر جاده و مسیر قرآن باشیم، بر صراط مستقیم باشیم، از انحراف، از کجروی، از بدعت، از خرافات، از راه شهوات و نفس پرستی، از راه نفس و شیطان همه ما را نجات بده، حفاظت بفرما. مولا ما را مورد بخشش و مغفرت قرار بده. این ماه بخششه، ماه جوده، ماه فضل. پروردگارا ما را از محرومین این ماه قرار نده، ما را از اشقیا قرار نده، ما را از اون انسانهایی که در ماه رمضان هم مغمشون فقط سفره هست، فقط خواب است، فقط راحت است و اصلا به فکر عبادت نیستن، از اون انسانهای بی توفیق قرار نده. ما را موفق بگردان، به ما فرصت بده و توفیق بده که از این فرصت باقی مانده حد اکثر استفاده را بکنیم، بتوانیم رضای مولای مهربان را فراهم بکنیم، بتونیم الله را آنگونه که حقش هست یاد کنیم، بتونیم آنگونه که حقش هست کلامش را تلاوت کنیم، بتونیم اونگونه که حقش هست و دستور داده در رای او و برای رضای او و خوشنودی او صدقه بدهیم، بندگان گرسنه‌اش را سیر بکنیم، بندگانش را که لباس ندارن لباس بدیم. پروردگار ما را از بندگان اهل توفیق بگردان، از انسانهای بخیل و بی توفیق نگردان. پروردگارا اصلاح بیار در میان ما، تزکیه کن، ما را پاک بگردان، شستشو بفرما ما را به وسیله طاعات و عبادات. اله العالمین یا رب مشکلات ما را و مشکلات همه مسلمانان را حل بفرما. ای رب مشکل گشا، ای رب حاجت روا، فقط در تو را میذاریم، فقط از تو میخواهیم، گرچه گدای کاهلیم، گرچه دل غافل داریم، اما ربا تو را میخوانیم و در تو را میذاریم، از تو میخواهیم تمام مشکلات ملت را حل بفرما. اله العالمین در اون مسیری که تو راضی هستی حل بفرما، و اون دغدغه‌ای که هست، اون التهابی که هست، اون خطر ناامنی که هست، همه اینها را دور بگردان، رفع بفرما. پروردگارا خودت بندگان صالحت را حفاظت بکن، شیخ ما را حفاظت بفرما، این مسجد و این مجموعه را حفاظت بفرما، همه علما را، این مردم را، این جوانان را، جوانان خوب ما را حفاظت بفرما، هدایت بفرما، دیندار بفرما، ایمان را، تقوا را در رگ و ریشه شان بدوان و جای بده. پروردگارا همه ما را از بندگان خدا ترس بگردان، از گناه و از لذات و از شهوات و از هر آنچه که تو را ناراضی میکنند ما را توفیق دوری بده،
حفاظت بفرما، خاتمه ما را با ایمان بگردان، گذشتگان ما را مغفرت بفرما، بالخصوص اساتید، مشایخ، علما، والدین، پدر و مادر، ریش سفیدان و معتمدین و عزیزان، خویشاوندان، سببی، نسبی، همه اونهایی که از دست دادیم همه را غریق رحمت بفرما، ارواح همه را شاد بفرما و در جنات فردوس جای عنایت بفرما، خاتمه ما را با ایمان بگردان، آخرت ما را آباد. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك يا رب.